فکر پدر بزرگت باشه چقدر حال میدن. هی بچه ها، شما داخل فامیلتون، اکیپتون، بین رفیقاتون کسی رو دارین که براتون بخونه، یه دهن براتون بخونه و شما رو از تمام غم و اندوه و زجر کشیدن داخل این دنیا ببره به یه فضای دیگه با اون صدای فوق‌العاده‌اش. اگه دارین یا ندارین این ویدیو رو با ما باشین، قراره بهترین صداهایی که از خودشون آدمای مختلف منتشر کردن و داخل این ویدیو ببینیم، ریاکت کنیم. Let's go. درود. چطوری بچه‌ها؟ به کانال گمران تیوی خیلی خوش اومدین. امیر هستم. مهدی هستم. یک روز دیگه با ما همراه باشین و ما هم یک روز دیگه با شما همراهیم. توی لپتاپتون، توی گوشیاتون، توی مانیتورتون، توی ذهنتون، توی قلبتون، ما همه جا هستیم. امروز یه سری ویدیوهایی رو براتون آماده کردیم از یه سری از افراد معمولی. منظورم از افراد معمولی کسایی هستن که آرتیست نیستن، آدمای سرشناسی نیستن، معروف نیستن، اما صداهای فوق‌العاده و درجه یکی دارن. صداهایی که لازم نیست حتما اونجا باشین که بشنوین، مثلا لایو براتون اجرا بکنن. همین چند ثانیه رو که میبینین حال هواتون عوض میشه. اینو بهتون قول میدم. مهدی فکر کنی مثلا پدر بزرگت باشه. حالا ما همچین پدر بزرگی نداشتیم ولی میتونیم سعی میکنیم همچین پدر بزرگایی باشیم. آجی کانکتیم. یه جوری بزنی که ببینم. بریم آقا بریم. اینجوری میزد طرف. چه انرژی داره داخل این سن. دمش گرم. داره ثابت میکنه که سن یک عدده فقط. نه واقعا همینجوره. واقعا همینه. همه چی به ذهنیت انسان بستگی داره، به تغذیه‌اش بستگی داره. همش اینجاست مهدی، همش اینجاست. تو میگی که چی میشه. بریم. I swear I'll never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity ain't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been waiting. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. Alright dad, finish. اصلا دلم نیومد استوپش کنم. چه چی بودین؟ چه اوجی میرفت. بعد اوجش رو یه جوری میرفت اصلا تنظیماتش به هم نمیریخت. اصلا میدونی چیه؟ این اصلا درگیر اوجش و تنظیماتش نبود. این خیلی رها بود. آره خب تو اصلا کلا حس داشت منتقل میکرد. یه حس خالص داشت منتقل میکرد. من موهای دستم سیخ شد حقیقتا. بریم آقا بریم. الان ویدیوی دوم چی بود؟ اولی و دومی. The lyric. Who am I? 2, 4, 6
صبحش کن. دیدی با موبایل اینجوری رفت پیش باباش، اینجوری داشت مثلا چیز میکرد، ویدیو میگرفت، بعد پدرش چه اجرایی کرد. پسر خوش هم تا الان نمیدونست آقاش همچین حرکتی خودش پشماش ریخت حقیقتا. آره خدایی چه استعدادهایی هستن. مهدی قبل از اینکه این ویدیو رو شروع کنی میتونی بذار یه تیکه کوچیک ازش برات میذارم، میتونی حدس بزنی چه آهنگیه، یعنی از کدوم توی چه فیلمی استفاده شده. این صدای بهشت انگار یه کسیه که توی بهشت مثلا آره داره یه موزیک میخونه، داره یه آهنگ میخونه. میدونی چیه؟ مثلا دیدی توی فیلم ها که مثلا مردی بعد یه تیکه آفتاب داره طلوع میکنه یا یه ابر باز میشه. آره انگار داره اون اتفاق خوبه میفته بعد کلی طوفان. آفرین، و ابر باز میشه این صدای میاد این پشمات میریزه. خیلی باحال. یه سوال ازتون دارم، الان من خودم میدونم این آهنگ چه فیلمیه، مهدی تو میدونی؟ نگو. حقیقتش شنیدم، یعنی خیلی آشناسا ولی متوجه بچه اگر میدونین آهنگ چه فیلمیه بنویسین تو کامنت، حتما بنویسین. آهنگ یکی از فیلم‌های فوق‌العاده است. برای منم خیلی آشناسا. فیلم عاشقانه فوق‌العاده قدیمی. اینم دیگه یه راهنمایی دیگه. بریم. نمیدونم. یعنی اگه شما هم تا الان نفهمیدین مال چه آهنگیه باید بفهمید. باید اصلا این فیلم رو ندیدین اشتباه میکنین. آخر ویدیو بگم مهدی بهشون بگم؟ نه بذار بچه ها تو کامنت میگن. تو کامنت؟ بچه ها تو کامنت میگن. فیلم رو حتما ببینین، فیلمی که این آهنگ داخلشه رو حتما ببینین، چون یکی از فیلم های فوق العاده است. Much too strong. Can't I lay by your side? And that's to you, and make sure you're alright. چه گامی داشت، اصلا یکی از یکی دیگه بهتر. خدایی ها. بزن یه حرفم آخر قد این آخر ویدیو بهتون میگیم. من آره. همین الان خدایی فهمیدم چی میخوایی، چون ما کانکتیم. بریم آقا بریم. Got me questioning, where is the love? Where is the love? چه خوب خونه. آره. Where is the love? این بچه این همه حس گرفته داره میخونه. نه اون پشماش ریخته به جانم دیگه، حاضرم شرط ببندم. داشت این خیلی قشنگ برده با تار صوتیش بازی کنه.
تو خونهشون هم میکروفون داره طرف، تو خونهشون داره میخونه. دمش گرم. دمش گرم. تنها جایی که با خیال راحت تونستم بخونم داشت تو حموم خونم. خب میدونی همون یه جوری انگار تنظیمات صدا براش انجام شده، تنظیمات کنسرت داره لامصب. بزنش. چقدر خوب بود صداش. آره حاجی، بزن اینو گوش بدیم، آخرش استاپش کن. اوه دارلین، چه پدرایی خدایی. دمش گرم. همه بچه کرد، چه استعدادی برقرارش داد خدایی. چه استعدادی داشت پدرش. حالا ما نمیدونیم پدرش بود یا نه، ولی خب حالا ما میگیم پدرش. چه استعدادی داشت، چقدر خودش استعداد داشت. حاجی من آدرنالین تو خونم دارم احساس میکنم خودم. Yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I hoped you'd see my face, that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. من که بیشتر از همه، حالا تا فعلا البته، یکی هم دومین ویدیو رو خیلی دوست داشتم. اون صدا بهشته. من اون پدر بزرگ خیلی دوست داشتم. پدر بزرگ فکر کنم پدره ریاض. آره پسر اون چی آجی اون دهنش. بریم از کیفیت مثلا صداشون خوب صداشون نمیرسه یا نه، ولی خب من خودم حال نکردم. من فقط هماهنگیشون رو دوست داشتم. آره با هم دیگه یوید خیلی دقیق، با هم خیلی دقیق بعد لایف اجرا میکردن. غلط کردم. هماهنگی اینا خیلی قوی بودن و تر و تمیز داشتن اجرا میکردن. اجراشون خیلی تر و تمیز بود. سه تا رفیقن که دارن هماهنگ با هم آهنگ میخونن. این دوتا انگار خواهره، خیلی شبیه.
اینم میخوره خواهرشون باشه. حالا ما خدای بیایم همشون تحلیل کنیم خانواده‌شون رو در بیاریم. من تو باشه که همه کسو کارشون دیگه بچه‌ها در بیاریم. ببینین دیگه ما دیگه تا چه حد داریم براتون تحلیل میکنیم دیگه. I know with the dawn that you will be gone, but tonight you belong to me. Just a little of me, just a little of me. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know it's not much too late. قبلی صداش خیلی خوب بود ولی یه بدی که بین پسرا هست با دخترا میدونی چیه؟ چی؟ تو خوانندگی مثلا داداشمون معلوم هنوز سن بلوغ رد تو همون سن فعلا گیر چون کرده. صداش هنوز نازک فعلا همونجا. خب ما پسرا وقتی که میدی تو کلام اصلا معلوم بود صداش تو سن بلوغه، یعنی آره. در حال تغییر کردن. هنوز خیلی جا داشت، یعنی طرف شاید 12-13 سالش بوده. People dying, children hurting, even crying. When you practice what you preach, that you turn the other cheek. Father, 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 help us. Father, 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 help us. Got me questioning. من Where اصلا is اون the قبلی رو قبول نداشتم. به قول چوکون بنده بیچه قبولت نه به چه چوک کنی با آهنگ یه تا دیگه شخم کنه ببخشید با این یه نفر دیگه داشت میخون. به نظرم حسش خوب بود. حسش رو دوست داشتم. همین آهنگ و اون بنده اون خانومه برام خون دیگه همین دقیقاً همین بود؟ آره همین بود همین بود. ولی خب اون خیلی استفاده منطقه. بریم ادامه ویدیو رو. البته سلیقه‌ای هم هست بچه‌ها، مثلا بعضیا رو من حال نمی‌کنم، مهدی حال می‌کنه. بعضیا رو مهدی حال می‌کنه، من حال نمی‌کنم. بعضیا رو شما حال می‌کنین، ما هم حال می‌کنیم. بریم. بعضیا رو ما حال نمی‌کنیم، شما حال می‌کنید. دقیقاً. حالا موزیک سلیقه است. موزیک سلیقه است. مثل غذا خوردن. مثل غذا خوردن. من تو چه غذایی دوست داری مهدی؟ خیلی دوست داری. من غذا دریایی. غذا دریایی. فقط دریایی. آره. مهدی من عاشق کوسم. کوسه. آره خب البته ما بندریا بهش میگیم کولی. آره ما بهش میگیم کولی. کوسه که شما متوجه چرب و تند. دودی شده. دودی چرب تند. فقط در همین حد میگم. بندر عباس اومدین کولی نخوردین دیگه بندر نیاین. حقیقت نه بندر بیاین ولی کولی حتما بخورین، ماهی بخورین، میگوهای بندر رو بزنین درجه 1. بریم. بریم. پرچم بندر بالاست، پرچم ایران بالاست، پرچم هممون بالاست. to your side? Flying my white flag, my white flag. Man, where are you? Man, where are you? Whenever you're ready, whenever you're ready. Oh, 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 whenever you're خیلی ready. قشنگ. چقدر درجه 1 بودن اینا. خیلی قشنگ تو اسمه. حتی داداششون بوده. اصلا کلا همشون یه خانواده بودن. به نظرم هر سه تاشون خواهر برادر نظر بودن. فکر کردم دختره. مدی این دختره این بالاییه، این خیلی حس داشت. آره. خیلی حس داشت. این دختر وسطیه که اصلا نگم وقتی باید. داشت میخوند که لجند بود. داشت با یه هماهنگی بالا، با یه کوالیتی خیلی بالا میخوند. دمشون گرم، دمشون گرم. چه خوبه که خانواده اینقدر با صفا و مشتی و با استعداد باشه. استعداد و همگی درجه 1. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I
rescue. We can get away. Palm trees, beach views on another day. All I wanna see is innovations on replay. Sit right next to you. I try not to show how I feel about you. Thinking we should wait, but we don't really want to. I just wanna get away. Sit right next to you. اینکه هم بنوازی هم بخونی به نظرم خیلی کار خفنیه. خیلی کار خفنیه، خیلی استعداد درجه یکیه. خیلی حس باحالی به خودت میده. وقتی داری یه اثر رو خلق میکنی، داری حال و هوای چند نفر رو با اون اثرت عوض میکنی، یکی از فوق‌العاده ترین حساییه که باید یه آرتیست باشی یا یک آدم درجه یک باشی توی جمع با رفیقات اینا تا بفهمی چقدر این تاثیرگذاری حال میده. واقعا Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries on a foreign field. For some reason I can't explain, once you were gone there was never an honest word. But that was if your heart was full of love, could you give it up? 'Cause what about angels? Oh, they will go make us special. Whoa. Don't keep me up. Don't keep. خدای من اینجور صداها رو خیلی دوست دارم. Everybody زیاد حاشیه نمیره. مهدی خود دخترم خوشگل بود. حالا کار به دختر ندارم، کار به صداش دارم. خدایی صداش خیلی خوب. چون نگاه یه جوری نگاه کردی خودم شرمنده شدم. هم صدای خوبی داشت، هم خودش خوشگل بود. Now we set the stage for you. Now we pray that you come یه لحظه through and make us beautiful. تو 2 ویدیو قبلی بود نه اون فکر کنم فرق با 2 خواهرش نه اون بودن. فرق میکنه. اونم آخه موهاش رنگی بود، نیته که زرد بود، بعد بسته بود بالا. آره به اون حالت چی آره. میگن یه- دخترها گوجه‌ای بهش میگین. یعنی آره. گوجه‌ای. این فکر کنم همونه. من فکر نمی کنم باشه. نه نیست مهدی. به نظرم نیست. چون آخه یکی با اون شباهت، با اون بریم، رنگ مو، بریم. با اون استایل کم پیش میاد. Change every part of me, parts that only you can see. In you is where I wanna be, so I'll be beautiful. Each color you're painting, you are creating a beautiful man for me. So make me beautiful. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و ویدیو رو کاملا نگاه کردین. از کسانی که دارن این لحظه رو میبینن تشکر میکنیم تشکر چون ویژه. تا این لحظه رو با ما بودین. این برای ما ارزشمنده. خدایا شکر ده ای خدا. دمتون گرم. یعنی ما رو واقعاً دوست دمتون داشتین گرم. ها، یعنی خوشت اومده. خوشت اومده. حالا که خوشت اومده لایکو بزن، سابسکرایب بکن. کامنت 2 تا رفیقیم کف گمرون داریم ویدیو براتون تولید میکنیم. ما رو لایک کنین، سابسکرایب رو بزنین، بنویسین توی کامنت چی میخواین براتون بسازیم. یه چیزی میخواستم آخر ویدیو بگم بهتون.
با این تفاصیلی که اینا رو دیدیم خب خدایی ها خیلی از خواننده‌ای که الان خواننده شدن و آرتیست شدن استعدادشون ندارن و نداشتن و نخواهند داشت. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت، به شجاعتت. با این وضعیتی که ما دیدیم واقعا یه سری فوق‌العاده بودن بابا اینا. خیلی هاشون من مطمئنم مهدی بعد از اینکه مثلا این ویدیوشون در اومده و ترند شدن و اینا خودشون الان آرتیستن، یعنی الان دارن حرفه‌ای کار میکنن. من مطمئنم خیلی از اینا الان دارن کار میکنن. شاید امکانش هست واقعا. خلاصه زیاد طولانیش نریم، خیلی حاشیه رفتیم. بچه‌ها لایک و سابسکرایب و اینا رو بهشون گفتیم. اون فیلمی که بهتون گفتم فیلم تایتانیکه، داخلش جک و روز بازیگر چی میگن کاراکتراشن. همه دیدن دیگه، کیه که ندیده؟ شاید ندیده باشن، خیلی شاید ندیده باشن. یعنی واقعا تو ندیدی؟ بچه اصلا کسی هست تایتانیک رو ندیده باشه؟ اگر ندیدینش واقعا بنویسین تو کامنت. ولی نمیخوایم فقط کامنت گرفتن، واقعا اگه ندیدینش آخه باید میشه کسی ندیده باشه. بچه دلتون به گرمای گمرون باشه. مرسی که ما رو حمایت میکنه. مرسی که با ما همراه بودین، با گمرون تیوی همراه بودین. گنگ باشید، سلامت باشید، ثروتمند باشید. تا دیدار بعدی، تنتون سلامت.